حقیقت اینه که زیاد دیدن ویدیو در مورد توسعه فردی فقط و فقط باعث میشه تو فکر کنی داری توی مسیر رشد قدم برمیداری. بعد چون که حس خوبی بهت میده، مغزه میگه ایول ادامه بده. چجوری این اتفاق میفته؟ تو خودتو تصور میکنی که داری ورزش میکنی، یه جورایی ذهن داره اون لحظه ارضا میشه و میگه چه باحال، چقدر حالم خوب بود اگر داشتم ورزش میکردم و احتمالاً ورزش رو شروع میکنم. آها پس امیدی هست، پس ایول دیگه ناامید نیستم، دیگه حالم بد نیست و روز بعد تمام این حال بده دوباره برمیگرده. من که دوباره امروز ورزش نکردم، من که دوباره اون کار رو انجام ندادم، من که دوباره ترسیدم نرفتم تو دل کاره، من که ادامه ندادم به زبان خوندم. خب چه اتفاقی داره میفته؟ تو هی ویدیو میبینی، هی مغزه به حال خوب و اون دوپامینه میرسه برای کوتاه مدت و فکر میکنه توی مسیر رشد داره قدم برمیداره، ولی در واقعیت این اتفاق نمیفته. تو انتظاراتشو هی میبری بالا، عملکرد تو هی میاد پایین. خب این رسما عذاب دادن کیه؟ خودت و مغزت و تمام روحیت. خب چرا این کارو کنی؟ چرا مدام دنبال پیدا کردن ویدیوها در مورد توسعه فردی باشی؟ یه سری چیزا که میدونی همونا رو عملی کن. هر چیزی که میدونی، هر کاری که احساس میکنی درسته، دانسته ها تو به کار بگیر. از اونجا به بعد توی مسیرت یه سری سوال برات پیش میاد یا یه سری مشکلات برات پیش میاد. حالا اون موقع است که توسعه فردی به دردت میخوره. وقتی به دردت میخوره که تو مسیر باشی. خودم اگه برگردم عقب، به جای خوندن یک عالمه کتاب در مورد توسعه فردی، یک عالمه کتاب، ببینین دیگه بعضی وقتا بحث ویدیو فقط نیست. من حتی به نظرم این که زیاد کتاب هم بخونیم آنچنان فایده ای نداره در مورد توسعه فردی. رمان بحثش جداست، میخونی لذت میبری، میخوای زمانت بگذره، یه فعالیت مفرحه که یه چیز فلسفی داری میخونی، داری تفکر میکنی. ولی توسعه فردیه، من خودم اگه برگردم به گذشته این همه نمیخونم. میدونی به جاش چی کار میکنم؟ میرم یه کاری رو شروع میکنم، هر کاری که میخواد باشه، بیکار فقط نباشم، در کنارش کتاب رو بخونم. چرا؟ چون در طول کار من متوجه مثلا اثر تسلیم نشدن میشم. سخته، داره بهم فشار میاد، یاد ویدیو میافتم که میگفت وقتی داره بهت سخت میگذره این کارو بکن، وقتی دلت میخواد تسلیم بشی این کارو انجام بده، وقتی داری میری مصاحبه کاری اینجوری صحبت بکن. حالا به درد من میخوره. اونا خودشون تو زندگیشون ننشستن فقط به تو بگن چه میدونم تو این کارو بکن اون کارو. اونایی کارایی کردن، در طول مسیر یاد گرفتن. حالا تو داری گول میخوری، تو فکر میکنی آهان خب نکنه من باید بیشتر یاد بگیرم، هی تشنه تر میشی. آره به نظرم یه دلیل دیگهش اینه، یعنی الان اینو به ذهنم مثلا رسید، تو میبینی چه چیز مهمی رو من بلد نبودم، بعد حس میکنی آها پس باید بیشتر یاد بگیرم، حس ترس تو وجودت میاد. پس آها علاوه بر اون دوپامینه، علاوه بر اون لذتی که علاوه بر اون لذتی که داره به وجود میاد، ترس هم دخیله. ترس از ندونستن، ترس از عقب افتادن، ترس از دست دادن یک عالمه مطلب مهمی که ممکنه تو رو از بقیه کاملا متمایز کنه. گولشو نخور، انجام بده یه کارایی رو که میدونی توی مسیر اگر نیاز شد برو دنبال توسعه فردی. خلاصه تمام حرفام اینه که کتاب میخونی دمت گرم، ویدیو انگیزشی میبینی، ویدیو توسعه فردی میبینی دمت گرم، ولی اگر نمیتونی جای استفادهشون کنی که تمومه، اصلا هیچ فایده نداره. توصیه مهمترم دوباره تکرارش میکنم اینه که هر چی میدونی بهش عمل کن.